به دنبال برنامه‌های دری خوش آمدین. عزیزان شنونده، در این قسمت برنامه ویژه به خاطر گرامی داشته استاد عبدالسلام رحمتوف اسبق مدیر بخش دری رادیو آواز تاجیک آماده ساختیم که همکنون میشنوید. حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. شنونده عزیز، در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ادبی تاجیک شخصیت‌های به میان آمدند که در ویژگی‌های حیات جوامع از خود نقش بزرگی بر جای ماندند. یکی از این گونه اشخاص استاد عبدالسلام رحمتوف اسبق مدیر بخش دری رادیوی برون‌مرزی آواز تاجیک می باشند که به تاریخ 17 سپتامبر سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمدند. او در مکتب متوسطه رقم 53 شهر دوشنبه به تحصیل متوسطه فرا گرفته شده و بعد از فارغ التحصیل شدن به فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان که همکنون دانشگاه ملی تاجیکستان است توسط دانش اعلی خود شامل می گردد و در آن اوقات محصل شدن در این دانشگاه با نفوذ درجه اول شعبه شرقشناسی کار سهل و آسان نبود. شخصی که دانش اعلی داشت حتما شامل می شد. استاد از روزهای اول محصلیش در این دانشگاه رهبر گروه همکسبان و به اصطلاح دری همکلاسانش شد و با فعالیت و تحصیل و دانش و جهانبینی فراخ استادانش را در حیرت گذاشته است. این است که طول 4 سال تحصیل از استادان ورزیده و مستشرقین فاکولته دانش ضروری را می آموزد و در نهایت هنگام در سال 5 تحصیل کردنش توسط صحبت و سنجش از سوی نمایندگان اون دوران وزارت امور خارجه کشور که راه اندازی گردیده بود برای کار و ادامه تحصیل به کشور همتبار ما افغانستان با چند تن از همکسبان رهسپار می گردند که با آنها استاد سیفالدین نظرزاده زبانشناس که یک تن از دوستان و همکرسان نزدیک استاد رحمتوف است شامل بود. استاد سیفالدین نظرزاده در صحبت به ما روی شخصیت و فعالیت و تحصیلشان با استاد رحمتوف چنین اظهار اندیشه کردند. ما با عبدالسلام رحمتوف خدا رحمتی همکورس هستیم. سال 1974 ما با فاکولته شهرشناسی دانشگاه تاجیکستان همون وقت یک یونیورسیتی دولتی تاجیکستان یک جا داخل شدیم و در یک گروه تحصیل میکردیم. این کس رهبر گروه بودن و من رئیس اتفاق کسبه. همچون سردار گروه بسیار یک شخصی به همه میرسیدگی بودن، یعنی فکری همه دونجون میکردن. بعد ما که از منطقه های گوناگون تاجیکستان آمده بودیم، رحمتوف عبدالسلام در دوشنبه زندگی میکرد و گاهی مخصوصا در روزهای جشن ما در خانه آنها جمع میشدیم. عائله آنها هم یک عائله بسیار هم سرفرزند هم خوب، یعنی که من مقصد پدر و مادر و فرزندشون در نظر دارم. در برنامه‌های خارجی رادیوی تاجیک هم از سال 1985 تا سال 93 یک جای کار کردیم و اون وقت البته من هم در بخش دری کار میکردم و اون وقت کادرهای دیگر بودن، کارمندان دیگر بودن که راهبر بودن و عبدالسلام رحمتوف تا آخر عمر در همین شعبه لیکن فعالیت کردن. هر جا این طرف اون طرف رفتن در در همون خود همون بخش رادیو، یعنی تمام عمر خود رو صرف خدمت در رادیوی برون‌مرزی تاجیکستان کردن.
البته درباره صفات‌های انسانی کدورامتی ساعت‌های زیاد صحبت کردن ممکن است. من میگم که ما هم همکورس بودیم، هم همکار بودیم و دویمو با هم دیگر با میخوردیم، میشتیم، یعنی هزار و هزاران یادآوری از این کس داریم. خلاصه که هم شخص حلیم، هم شخص احتیاطکار، هم شخص مهربان و از همه اساسی در همون کسب و کاری که ما کار میکردیم در بین ما یکی از باسوادترین ها بود. مخصوصا فرق کردن گفتاری مثلا دری و فارسی و تاجیکی. اکثر کارمندان ما دری و تاجیکی را با همدیگر یک میکردن، با هم گویا که تاجیکی گپ میزدن، گویا که دری گپ زدن. لیکن در صحبت های ما که اینجا ما که متخصص بودیم ما میدونستیم که باید با دری چه صحبت کنیم، با فارسی چه صحبت کنیم و با تاجیکی چه صحبت کنیم. و در همین ترجمه های اصیلی تاجیکی و فارسی و دری خدا رحمتی یک شخص بسیار دانشمند و این مسئله ها رو همه وقت حس میکرد، اصلاح میکرد. یعنی من گفتم میتوانم که از لحاظ سواد از با سوادترین ها بود. سالهای اخیری زندگیشون گاهی و میخوردیم. استاد عبدالسلام رحمتوف مرد دانشمند و ذکی، زباندان و حکیم بودند و در وظایف گوناگون فعالیت کردند. سال 1973-1974 به حیث لبرند در لابراتوری زواد خشتبراری شهر دوشنبه، از سال 1980-1981 محرر نشریات عرفان، سالهای 1981-1984 دوباره با سفر خدمتی به افغانستان باز رفتند و طول 5 سال در یکی از شرکت‌های انرژی و همچنین به حیث ترجمان فعالیت نمودند. سالهای 1985-1989 محرر ورزیده رادیوی برون‌مرزی تاجیکستان فعالیت کردند و در سالهای 1995-1997 به حیث متخصص و سرمتخصص پیشبر شعبه تجارتی شهر دوشنبه آغاز به کار کردند و بعداً در سالهای 2001 تا 2006 به سمت محرر علمی و تحقیقاتی کتابخانه ملی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی انتخاب شدند و فعالیت را تداوم بخشیدند. بعد از چند سال باز دوباره امور را به حیث محرر ورزیده اداره برنامه‌های خارجی رادیوی تاجیکستان آغاز کردند و استاد زندانم در اینجا به آماده سازی گفتارهای موسیقی و ادبی شبکه مشغول بودند و چندین گفتارهای شنیدنی را با قلم خودشون از فعالیت و ایجادیات ادبا و آوازخوانان مشهور آماده ساخته و روی موج رادیو پخش کردند که از دزدترین گفتارهای شبکه محسوب یافته و می‌یابند و تا به اکنون در خزینه طلایی رادیو نیز محفوظند. لذا شنوندگان عزیز همکنون توجه کنید به قسمتی از صدای استاد عبدالسلام رحمتوف در دو گفتارشون از خزینه رادیو. شنوندگان عزیز، در گفتار موزیکال این ساعت می‌خواهیم چند ترانه هنرپیشگان تاجیک را بر اشعار نقیب خان طغرل، شاعر شیرین کلام و شناخته تاجیک معرفی کنیم. ولی قبل از اینکه ترانه ها را پخش کنیم می‌خواهیم به طور مختصر درباره این سخنوری ناکام معلومات در اختیار شنوندگان گرامی گذاریم. نقیب خان طغرل احراری در سال 1864 میلادی در فلغر ناحیه‌ای در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. دوران طفولی را در زادگاه سپری نموده، سپس در مدرسه‌های سمرقند و بخارا تحصیل کرده است. نقیب خان طغرل از خود میراث غنی عبارت از غزل، مخمس، مسدس، ترجیع بند و قصاید گذاشته است، ولی متاسفانه رشته حیاتش به طور فاجعه بار گسسته می شود. نقیب خان طغرل از پیروان سبک بیدل بوده، بیشتر اشعارش در این سبک ایجاد شده است. چنانچه احترام او نسبت به بیدل در این پارچه شعر انعکاس یافته است. بلند است از فلک مأوای بیدل، نباشد هیچ کس را جای بیدل. نمایم توتیای دیده خیش، اگر یابم غبار پای بیدل. ندیدم از سخنگویان عالم،
کسی را در جهان همتای بیدل. اشعار طغرل در بین مردم ما از محبوبیت خاص برخوردار است و از این لحاظ هم قسمت اعظمی ترانه‌های هنرپیشگان تاجیک را ترانه‌ها بر اشعار این شاعر شیرین کلام تشکیل می‌کنند. این قبیل ترانه‌ها انسان‌ها را به دلبستگی به زندگی، به زیبایی و زیباپرستی دعوت می‌کنند. شنوندگان عزیز، البته در این چند دقیقه‌ای که با شما بودیم نتوانستیم همه ترانه‌ها را بر اشعار نقیب خانی طغرل در اجرای هنرپیشگان تاجیک معرفی کنیم و در اینجا با پخش یک ترانه دیگر بر غزل نقیب خانی طغرل به گفتار امروز پایان می‌بخشیم. شنوندگان عزیز، سلام‌های ما را به اتفاق سایر همکاران در بخش موسیقی بپذیرید. در گفتار موسیقی امروز ما صحبت خواهیم داشت در اطراف ترانه‌های خوانندگان تاجیک بر اشعار لایق شیرعلی، شاعر معاصر تاجیک. همزمان با پخش گفتار این ساعت ما درخواست یا نده از شنوندگان را اجرا می‌کنیم که در نامه‌هایشان به ترانه‌های تاجیکی و هنرپیشگان تاجیک توجه ظاهر کردند. قبل از پخش ترانه‌ها باید بگوییم که لایق شیرعلی از شاعران شناخته و محبوب مردم ماست. این شاعر در طول فعالیت خود بسیار عنعنه‌هایی که با عوامل در شعر معاصر تاجیک فراموش شده بود زنده نمود و پیروان زیاد پیدا کرد. اشعار او مالامال و سرشار از عشق و سرسپردگی به وطن، به مادر، به زبان و ملت و عنعنات و رسوم مردمی تاجیک است. گاهی او از حیات می‌بالد، گاهی از نابراری ها شکوه می‌کند، ولی در همه سروده هایش مردم را به راستی و دوستی و انسان دوستی و انسان پروری دعوت می‌کند. باید گفت که بخش دری رادیوی آواز تاجیک در روزهای اول تأسیس در خود چندین استادان ورزیده را پروریده که هر کدام در تهیه برنامه و گفتارهای پرمضمون و آموزنده نقش کلیدی داشتند. امثال استادان رحمتوف، برهان رحمان استاد سخن، رجب علی قدرتوف، میرزاشاه وطنشایوف، نصرتشاه تولایوف، قاضی مخصوم، اعظمشاه یتیموف و ده‌ها تن دیگر را پروریده است. و استاد عبدالسلام رحمتوف از جمله چنین اشخاص دانشمند است که از سال 2007 به سمت مدیر بخش دری رادیوی برون‌مرزی آواز تاجیک انتخاب شدند و تا به تقاعد برآمدنشون در این بخش فعالیت کردند و در آماده سازی شاگردان سهیم بودند که تا اکنون ما شاگردان تداوم بخش امور ایشان در این رادیو هستیم. خانم زنانگیز محمدالله مدیر بخش دری رادیو آواز تاجیک سالیانی زیاد با استاد یکجا کار کردند چنین میگوید: عبدالسلام رحمتوف یک شخص آرام، خاموش، با تمکین اما خیلی با دقت بود که حتی صحبت نکرده شخصیت و طبیعت یک انسان را بسیار زود درک میکرد، میفهمید و عمیق میکرد. استاد یک گنجینه سخن، لغت و زبان بود. بسیار دانشمند و تاریخدان نیز بود. تاریخ زبان، ادبیات و منطقه و حتی کشورهای خارج دور را نیز بسیار خوب میفهمید و همیشه درباره تاریخ و قدامت و ارزش‌های فرهنگی و ملی کشورهای سوریه و عراق و رهبران کشورهای مختلف و کارها و امور آنها در خدمت خلق و ملتشان میکرد. اما در حضور هر نفر صحبت نمیکرد، فقط با انسان‌هایی که اهل سواد و دانش هستند سر مقدسات تاریخی و فرهنگی ملی صحبت وسیع میکرد. استاد رحمتوف از فعالیت خودش در افغانستان بسیار یاد میکرد و از صحبت‌هایش نیز روشن میشد که به گذشته ملت و مردم خودش که فعلا در سرزمین‌های همسایه قسمت شدن محبت بسیار زیاد دارد. استاد رحمتوف هرچند به علم معاصر علاقه بیشتر داشت اما از تاریخ ادیان مختلف خیلی آگاه بود. نه تنها کتاب قرآن کریم بلکه کتاب‌های دیگر مقدس را نیز خوب می‌فهمید و آگاه بود. او بسیار بحث نمی‌کرد، طوری پیشترم گفتم، اما با یک سخن کوتاه اهمیت یگان موضوع را بررسی می‌کرد. خیلی خوب صحبت می‌کرد، خیلی خوب بررسی می‌کرد، پژوهش می‌کرد. استاد عبدالسلام رحمتوف تا امروز میان ما همکاران خیلی از محبوبیت خاصه برخوردار است. یادش گرامی باد.
از بس که آموزگار مشعل افروز جهان معنوی و نوربخش زندگی محسوب می گردد، این رسالت استاد زنده‌ناممون را بین ما همکاران و شاگردان سزاوار آبرو و احترام خاصه گرداند. من خود شاگرد استاد عبدالسلام رحمتوف می باشم و از ایشان امور ژورنالیستی، طرز تهیه و آماده سازی گفتار و برنامه‌ها، نوشتن شرح و سوال و جواب با مصاحبین و میهمانان برنامه‌هایمان را در رادیو آموختم و اول خصوص از خود کردن عبارات دری را که همیشه از ایشان منتدار و سپاسگزارم. یادشون بخیر باد. باید گفت که استاد عبدالسلام رحمتوف داننده خوب زبانهای فارسی، دری، روسی و انگلیسی بودند و حتی از متنهای ادبی و تاریخی را نیز با این زبانها ترجمه می کردند. او برای خدمات شایان دانش و بینش فراخ دارنده چندین مکافات و تحایف دولتی و صاحبی شدند و سال 2011 نیز با مدال خدمت شایسته از سوی رئیس جمهور کشور محترم امامعلی رحمان تقدیر گردیدند. بانو زرینه عبدالواحدова همکار و دوست استاد که سالیان زیاد پهلوی هم در رشد شبکه و ارتقای سطح و کیفیت برنامه‌ها فعالیت و تلاش نمودند، از خاطراتشون با استاد و بحث‌هایی که می‌کردند روی موضوعات مختلف و من جمله مسائل سیاسی داخل و خارج که خود شاهد این چیز بودم چنین اندیشه را نمی‌کند. برای من با شخصی که سالهای زیاد با هم کار کردیم و نقش در بهبودی برنامه‌ها و تربیت کادرها دارد، خاطرات خوبی باقی مانده است. این حال برایم خیلی مشکل است حرف زدن. آقای عبدالسلام رحمتوف سالهای طولانی مدیر بخش دری را در برنامه‌های برون‌مرزی رادیو آواز تاجیک به عهده داشتند. یک ویژگی آقای عبدالسلام ضمن فعالیت کاریمان این بود که زباندان خوب بودند. برای خبرنگار خوب بودن از چه چیز باید شروع کرد و برای تهیه برنامه چه چیزی را بیشتر دانست، میگفت باید زبانها را بلد باشی. در کار خبرنگاری نه فقط زبان را باید دانست، باید تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و ویژگی‌های هر ملت و خلقیت و اوضاع منطقه و جهان، همچنین جایگاه آن کشورهایی را که مورد آموزش قرار می‌دهیم آموخت و دانست. آقای عبدالسلام با همه از دیپلماسی کار می‌گرفت. احتیاطکار، چهره شناس بودن و زیاد حرف نمی‌زدن. فقط با اشخاص در بحث و مناظره بود که در سوالات خود پاسخ مشخص و برایش لازم را می‌دادند. در جریان همه حوادث بود، چی در اوضاع بین‌المللی یا داخلی یا چی اداری و یا علم و تحقیقی. دیگه چیزی از شخصیت آقای عبدالسلام میشد اشاره کرد، توجه در آموزش و تحقیق زبان فارسی بود. اگه کارمندان جوان کم تجربه در دانستن واژه‌های فارسی و دری مشکل داشتند کمک میکرد. بعد انجام برنامه‌هایمان همه روزه بحث‌های زیاد در موضوعات مختلف داشتیم. حتی از یک سوال کارمندان جوان بحث‌ها در میان می‌آمد و این برای آنها در فعالیت آیندهشان خاطرمان بود. حتی حیرت زده می‌شدند که برای یک سوال آنها اینقدر بحث شده است. اگر سوالی سر کدام یک واژه یا اصطلاح فارسی و دری پیش می آمد، به همه آنها از پیدایشش، تاریخش و کدام دانشمندان در کدام آثار خود به کدام معنا استفاده کردند مثال می آورد و توضیح می داد. درست است که بحث ها دانش را قوی می کنند. دانشی که وی داشت شاید شخص دانشمند در رشته خود می شد، لیکن از چه سبب باشد خودشان را به کار رادیو بیشتر بخشیدند. یک دفعه سر بحث واژه ها پیشنهاد کردم که برای بخش هایمان لغت تهیه کنیم. گفت منم سر این مسئله فکر میکنم و واژه و اصطلاحات زیادی جمع‌آوری کردم و برای این کار یک کمی وقت لازم دارم. فکر میکنم کارشان ناتمام ماند. هرچند آقای عبدالسلام شخصشناس و خبرنگار بود، لیکن از ساعات دیگر اطلاع زیادی داشت. میتوان گفت که دایره المعارف بود. زیاد کتاب قرائت میکرد. در دنیای تکنولوژی های جدید اطلاع فراوانی را از اینترنت میتوان پیدا کرد و توجهی همه به اینترنت است. صبح زود به کار می آمدن و تا آغاز ساعت کاری تا آمدن کارمندان برنامه هایشان آماده بود. آقای عبدالسلام زیاد کنجکاو بودند.
موضوعات مختلف مورد علاقه‌اش را از سایت‌های گوناگون با زبان‌های مختلف جستجو و تحقیق می‌کرد. چیزهای جالب را ضمن صحبت نقل می‌کرد و نظرات دیگران را نیز می‌خواست بداند. ملت دوست و فرهنگ دوست بود. بعضی از حوادث را پیشگویی می‌کرد. بعد چند مدت شاهد آن رویداد می‌شدیم. تا حال از این اخلاق او ما حیرت زده هستیم. درسته. تا به حال ضمن بحث‌ها با همکارانمان این لحظه ها را به یاد می‌آوریم. از بازنشستگی او خوشحال نبودیم، چون تا حال مثل وی شخصی نیست که بحث‌های ما را گرم کند و همچون پدر در بعضی مواردها صحبت‌ها توجه بیشتر به دختر کوچکش داشتند و همیشه شبنم میگفت. فکر میکنم همه اولاد کوچکش را دوست دارد و اونم نیز بیشتر به این دخترش توجه داشت. جای آقای عبدالسلامیان ما خالی است. روحشان شاد باد. استاد در رادیوی برونمرزی آواز تاجیک وظایف برداشت داشتهشون را خوب و با کیفیت انجام میداد. صبح بر وقت به کار حاضر می شدند و به ما روزنامه‌نگاران و شاگردان جوانشون در آماده سازی و پخش برنامه و گفتارهایمان کمک می کردند و خودشون تا به آخرین لحظات فعالیت شعر و خبرهای بخش را تهیه می کردند که قبلا نیز ذکر کردیم که آنها به قلم خودشون وابسته بودند. باز استاد سید مراد خواجه‌زاد پروفسور تاجیک که یکی از دوستان نزدیک استاد رحمتوفند، مبنی به شخصیت و فعالیت و دانشمندی بزرگ بودنشان چنین اندیشه‌رانی کرد. بعضی انسان‌هایی هستند که در یاد همکاران، دوستان، پیوندان به طور ابدی زنده میمونند، زیرا آنها عمر با برکت خود را صرف نکویی، خدمت به مردم، به ملت، به فرهنگ و زبان کردند. چون انسان‌ها در جامعه کمند ولی کم هم باشند، فکر میکنم که همواره در جامعه موقع داشتند، موقع دارند و گل سری سبدی همه گونه جامعه می باشند. سابق کارمند اداره برنامه‌های برونمرزی رادیوی تاجیکستان و بعداً کارمند رادیوی آواز تاجیک عبدالسلام رحمتوف به همین گونه انسان‌های نیک، به همین گونه آدمان شریف و به همین گونه افراد با غیرت و پیشکسوت جامعه داخل می شود. من با عبدالسلام آن وقت دوستی پیدا کردم که در سمت معاون اول دیرکتور رادیوی تاجیکستان فعالیت داشتم. آن زمان اداره برنامه‌های برونمرزی یکی از ساختار یا نهادهای رادیوی تاجیکستان بود که هم در زمان شوروی و هم در سالهای اول استقلال به این اداره توجه خاصه صورت می گرفت، زیرا دولت و حکومت وقت عقیده داشت که محض ترغیب زبان، فرهنگ، هویت ملی، براه ماندن رابطه ها با هموطنان برونمرزی از همین اداره باید شروع گردد و اداره برنامه‌های برونمرزی را که امروز با نام آواز تاجیک شناخته شده است یا اینکه عمل میکند یا فعالیت دارد، همچون ترغیبگر زبان و فرهنگی تاجیکستان، تاجیکان برای تاجیک زبانان خارجه معنیداد کردن ممکن است. و عبدالسلام یکی از سابقه‌داران همین اداره بود. او یک مرد بسیار شریف، بسیار نجیب، با آبرو و گفتن ممکن است که گل سری سبد همین اداره بود و سالیان زیاد از اون تا جایی که من میدونم مدیری شعبه بخش دری را به عهده داشت و سیمای شادروان عبدالسلام رحمتو در تصور من همچون انسان کامل، انسان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مکمل پدید می آید. مخصوصا تفسیرهای سیاسی که شادروان تالیف میکرد هواداران خیلی زیاد داشتند و یک خصوصیت ویژه داشت که زبان دری را چنان خوب میدانست، چنان به این زبان به خط کلاسیکی خوب مینویست که فکر میکردید که یک نفر افغانستانی باشد یا یک نفری باشد که در افغانستان متولد شده باشد و فکر میکنم که فعالیت
هم در ایران و هم در افغانستان برای تشکل معنوی این شخصیت نقشی خیلی پیشگام بودیده است. استاد در همینجا میخواستم من خودم نیز شاگرد استاد هستم، یک چیز رو یادآوری کنم که شما مورد عباره‌های دری گفتید. حتی استادانی که همراهشان کار میکنن سال اولی که من برات اومده بودم، استاد یتیموف، اعظمشاه، استاد برهانی رحمان، تا حتی چیزی را که من از استاد رحمتوف میپرسیدم مدیر شبکه بوده، اون کسا میگفتن که این انسیکلوپدی تیاری بخش دری است. شما میتونید که مثلا همچون شاگرد از این همه چیز رو بگیرید که در حقیقت وقتی که ما در صحبت‌های تخصصی و در صحبت‌های خصوصی می نشستیم سر برنامه‌های رادیوی برونمردی صحبت می‌کردیم، عبدالسلام فکر داشت که این زبان‌های دری تاجیکی و فارسی همه یک ریشه رستند، از یک درخت پرتراوت منشأ گرفتند و باید که در علم شرایط جهانی شبیه امروز باید اینها از هم جدا نشوند، برعکس آنها متحد شوند و یکدیگر را حفظ کنند، از واژه‌های همگون همدیگر استفاده برند و همچون رفیق، همچون همکار، همچون ایجادکار اصیل من حالا هم باور نمی کنم که از بین ما رفته باشد. امروز او هرچند از دیده ها رفته باشد ولی جایش، موقعش، مقامش، نامش در دل ما، در دوستداران کلام بده، در دوستداران برنامه‌های رادیو و در راغبان برنامه‌های اداره برونمردی فکر میکنم همه وقت جای دارد و میگویند که ذکر نام خویشتن در سنگ خوراک شرط نیست، زنده آن نامی که در دلهای مردم جا شود و جایش جنت شود و مکان آخرتش آباد باشد. این همپیشه گرامی ما را باید گفت که تا به اکنون در رادیو کم محرر و رهبر پیدا می گردد که مثل استاد رحمتوف خبر و یا شعر نویسد. او شرح و تفسیرها را در روند موضوعات گوناگون روز و واقعات و حادثات داخل و خارج کشور نکته سنجانه با مضمون بلند آماده می ساخت. گذشته از همه او انسانی کامل بود، همیشه به دوستان و همکارانش دست مدد دراز می کرد. استاد عبدالسلام رحمتوف به تاریخ 16 ماه می سال 2020 بر اثر بیماری همگیر کرونا که آن سال تمامی جهان را فرا گرفته بود در شهر دوشنبه از دنیا درگذشت. اما یاد و اسم استاد همیشه در یادهایمان مرد دانشمند و مهربان و سخاوتمند و زنده باقی میماند. صداقت و صمیمیت سخن، اندیشرانی و ملاحظات منطقی او وسایط دیگر تأثیر بخشند. همزمان استاد عبدالسلام رحمتوف 4 فرزند دانشمند و برومند را نیز تربیه و بقایه رسانده که فعلا در جامعه جایگاه خویش را پیدا کردند و هم زنده کننده نام و تداوم بخش امور پدر می باشند. دوستان عزیز، اینجا بار دیگه یادآور می‌شویم که برنامه این ساعتمون را مبنی بر فعالیت‌های استاد زنده‌نام و شهیر عبدالسلام رحمتوف، اسبق مدیر بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان جهان تشکر.